مقالات کنفرانسی به چه شکلن؟ میخوایم بدونیم که چجوری میتونیم یه مقاله کنفرانسی خیلی راحت داخل ایران چاپ کنیم. قواعد و سختی و همه این چیزا در مورد مقاله کنفرانسی رو میخوام تو این ویدیو بهتون بگم. پس با من همراه باشید. سلام بچه‌ها، من مسیح حسین زاده هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت. تو این ارائه میخوام بهتون در مورد مقالات کنفرانسی بگم، چون خیلی از دوستان اطرافیان خودم که میبینم این سوال براشون هست که مقالات کنفرانسی خیلی براشون گنگه، خیلی اطلاعات زیادی شاید براش نداشته باشن و خیلی میخوام بدونن که آیا اعتبار لازمو داره که برن سمتش، ارزششو داره که مقاله کنفرانسی بنویسن و اگه بخوام بنویسن باید کجا برن و قوانین و داستاناش چه شکلیه. خب ببینیم، مقالات کنفرانسی خیلی کار سختی نیست و نسبت به مقالات ISI ارزش کمتری رو داره، منتها خیلی جاها بهتون کمک میکنه. به طور مثال وقتی که شما اصلا رزومتون خالیه تو بخش مقالات و میخواین اپلای کنین داخل خارج کشور، اینجاها شما میتونید حداقل یه مقاله کنفرانسی به زبان انگلیسی بنویسین، چون میتونید 2-3 صفحه است، خیلی مثل مقالات ISI نیست که صفحات زیاد داشته باشه که بتونید رزومتون رو تکمیل کنین و این خیلی بهتون کمک میکنه حتما که حداقل استادتون بدون ریسرچ رو انجام دادین و حالا این مقاله کنفرانسی ازش چاپ شده و بعدا مثلا مینویسین اینکامینگ یا آن ریویو یه مقاله ISI در آینده دارید. یعنی خیلی مهمه که یه مقاله چاپ شده یه انگلیسی تو کنفرانس ها داشته باشین، 2-3 صفحه. یه جای دیگه مثلا توی بنیاد نخبگان شما میخواین یه امتیاز بگیرین برای کسری خدمت یا برای جایگزینی خدمت، خب اینجور جاها امتیاز مقالات کنفرانسی جداه. شما مثلا حد اکثر من میدونم 5 مقاله ISI براتون امتیاز حساب میکنن و مقالات کنفرانسی جدا شما میتونین امتیاز بگیرین و این خیلی بهتون کمک خواهد کرد. خب این بخشی که کجا بهتون کمک میکنه و چه جاهایی میتونین استفادهش کنین. یه بخش سختیش، خب ببینید مقالات کنفرانسی بسیار ساده است، در حدی ساده است که شما میتونین پروژه های کلاسیتون رو، حتی این پروژه کلاسی خوب تو کارشناسی انجام داده باشین، توی مقالات کنفرانسی چاپ کنین، ولی باید حداقل ارزش ارائه دادن داشته باشه. چرا؟ چون شما بعدا میخواین مقالات کنفرانسی رو به این استادتون نشون بدین، مثلا میخوایم اپلای کنین یا هر چیزی، و مثلا شأن خودتون رو حفظ کنین به جورایی. و در کنار اون باید این نکته رو توجه کنین که حتما اگر کار خیلی ارزشمندی انجام دادین و پلن دارین براش که بعد در آینده اونو ISI چاپ کنین، به هیچ عنوان اونو تو مقالات کنفرانسی چاپ نکنین. فعلا اول ISI رو چاپ کنین و بعد برین سمت کنفرانسی، به خاطر اینکه ایده‌تون رو یهو خدای نکرده یه نفر ببینه و بره سمتش که انجام بده. ایده های خوبتون رو نگه دارین. اگر هم میخواین تو کنفرانس زودتر چاپ کنین، یه چیز کمی، یه چیز گنگی ازش چاپ کنین، یه سری نتایج خاص کمتر و ارزشمند که خیلی حساس نیستن رو میتونین چاپ کنین. خب این مسائل سختی و اینکه حالا چی کمکی میتونه بهمون کنه. خب حالا اینکه چجوری بنویسیم و اینکه کنفرانس ها رو از کجا میتونیم پیدا کنیم. خب حالا من اینجا صفحه‌ام براتون شیر میکنم، شما داخل گوگل میتونین تو هر چیزی که خواستین رو سرچ کنین. قطعا بهترین و سریع ترین راه گوگله که شما میتونین با سرچ کردن هر چیزی که میخواین پیدا کنین. خب خیلی ساده اینجا بنویسین کنفرانس، یه ذره ممکنه 1000 تا چیز براتون بیاره، اون تو پشت سرش رشته‌ای که دارین میخونینم بنویسین. مثلا اینجا من نوشتم کنفرانس‌های مهندسی شیمی، چند تا سایت میاره که 2 تا از مهمترین سایتاش همایش‌های ایران و کنفرانسیابه. شما با ورود به این سایت ها میتونین اون کنفرانس هایی که میخواین رو پیدا کنین. خب حالا من همایش ایران رو مثلا واردش میشم، میبینین که کنفرانس های مختلف و مهندسی شیمی رو داره.
چهارمین کنفرانس سراسری مطالعات برای صنایع غذایی، پلیمر، نفت و گاز، پتروشیمی. دومیش مثلا در مورد نفت. چهارمیش کامپوزیت هاست. حوزه‌های مختلف مهندسی شیمی رو براتون میاره. چند تا چیزی که باید دقت کنید اینه که مثلا حوزه تحت پوششش چیه، رو چه چیزایی داره مانور میده، تاریخ برگزاریش کیه، مثلا زده 14 اسفند وقت داریم برای این. محل برگزاریش که کجاست، مثلا استان تهرانه. بعضی از این کنفرانس ها نیاز داره به حضور شما، واسه این مهمه که اینو بدونید. حالا بعضیشون حتی خوابگاه هم میده، مثلا اگه ارگان‌های مثل دانشگاه باشن یا مثلا کنفرانسی که تو کیش برگزار میشه مثلا یه اسکان هم میده. حالا به جلوتر بهتون میگم که پول این اسکانا رو ازتون میگیرن. و پذیرش مقاله میگه که تا چه تایمی و مهلت ثبت نامش تا چه تایمیه، کی بهتون نامه پذیرش رو میده که بتونین شما امتیازاتتون رو بگیرین و چه تاریخی شما اجازه دارین که ثبت نام کنین. معمولا کنفرانس ها تمدید میشه تاریخ ثبت نامشون و شما دستتون روی این حوزه یه ذره باز. خب یه چیزی که خیلی مهمه توی اینجا اینه که بدونین تا جایی که میتونین برین سمت کنفرانس‌های بین‌المللی. کنفرانس‌های بین‌المللی هم امتیازشون بیشتره، هم خیلی فرقی نداره. مثلا اسم بین‌المللی فکر نکنین قراره تو MIT یا یه چیز خیلی سطح بالایی باشه، نه همونه سطحش، فقط اسمش بین‌المللیه. شما تو کنفرانس بین‌المللی هم مقاله فارسی میتونین چاپ کنین، هم مقاله انگلیسی. هیچ فرقی با اونا ندارن، فقط یه اسم بین‌المللی دارن. و حالا این از این. حالا شما مثلا میخوان یکی از اینا رو داخلش مقاله چاپ کنین، یک کنفرانس ترجیح بین‌المللی پیدا کردین و میخواین داخل اونجا کارتون رو پیش ببرین. حتما حواستون باشه که اون کسی که داره ارگانی که داره برگزارش میکنه یک ارگان ارزشمند باشه. مثلا کنفرانس سعی کنید تو دانشگاه تهران، دانشگاه دولتی داره این ارگان برگزار میکنه، یا یه شرکت خیلی معتبری داره اون رو برگزار میکنه. این هم حتما بررسی کنید. خب حالا مثلا اینجا 8مین کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی رو میخوایم با هم واردش بشیم. 30 بهمن هم بوده. اینجا نوشته هنوزم داره پذیرش میگیره. همه این کنفرانس ها خودشون یک سایت دارن. حالا این سایت کنفرانس یا حالا زیاد هم هستن، معمولا میان بهتون مشخصات اون کنفرانس ها رو میدن که مثلا سایتشون چجوریه و اطلاع رسانیه. خب حالا مثلا اینجا اگه این همایش رو من داخل یک صفحه دیگه ای سرچ کنم، اینجا برام میاره اصلا خود سایت کنفرانس. خیلیش هم لینکشون رو داخل سایت ها هست که راحت پیداش میکنیم، ولی اینجا مثلا نوشته و همه این سایت ها این ذاتاً سخنراناشون رو معرفی میکنن و تاریخ و این شرایط رو. خب ببینیم مثلا توی این کنفرانس ها معمولا یه بخشی داره که فرمت مقاله رو خودشون بهتون میدن، یعنی فقط شما کافیه فرمت مقاله رو از توی این سایت ها دانلود کنی و داخل اون بنویسین مقاله‌تون. یعنی مثلا من اولش یه ذره گشتم این پایینو دیدم نیست، معمولا این حاشیه‌ای کنار سایت اینو میان میذارن. حالا اکثرا اینجا میذاشتم ولی من اینو دیدم اینجا نذاشته بود، اومده بود مثلا این بالا گذاشته بود. این بالا توی ثبت نام ارسال مقاله میبینین همشون همینه، یعنی همشون خودشون فرمت مقاله رو بهتون میدن. حتی اونایی هم که ارائه باید حضوری برین، فایل پاورپوینت فرمت کنفرانس رو بهتون میده. اینجا مثلا راهنمای نگارش مقالاته که بزنین اینجا کامل بهتون توضیح داده که داستان چجوریه و این لینکی اینجا بهتون داده. این لینک رو دانلود کنین فرمت رو بهتون نمایش میده. مثلا اگر محدودیتی هم داشته باشه بهتون میگه که به چه شکله. یعنی الان من وارد این فرمت میشم. خب ببینید دوباره هم واسه مقالات انگلیسی داره هم فارسی. اونایی که هم میتونین فارسی بنویسین هم انگلیسی که غالبا همین شکلی هن، شما تو هر دوتا فایل ورد بهتون میدن و بهتون میگن که حداقل چقدر حد اکثر چقدر شرایطش رو بهتون میگن. و خیلی هم سختگیری ندارم روی حالا مسائل نگارشی، ولی باید رعایت کنین. اینجا بهتون نوشته که مثلا
فونت 14 باید تایتل باشه، فونت 12 اسامی نویسندگان باشه، خلاصش مثلا گفته که چجوری باشه. همه این مشخصات رو بهتون گفتم، مقدمه رو بهتون توضیح داده که چجوری باید چند صفحه چجوری باشه. کل اینا اصلا 3-4 صفحه بیشتر مقاله نمیشه، میتونید راحت اون چیزی که میخواین بنویسید. پس این مسئله این که فایل ورد مقاله رو باید چجوری بنویسید اینو بهتون میده. بعد اینو که نوشتین ثبت نام میکنین، آپلودش میکنین و بعد از صعود شاید 1 هفته یا 2 هفته یا یه تایمی که خیلی سریع بهتون پذیرشو میدن. حالا یه کنفرانسی که من خودم نوشتم بهتون نشون میدم که فایل وردش مثلا چه شکلی شده. ببینید یه تایتلی اینجا مثلا نوشتم، اسم خودم حسین استاد راهنما. یه ابسترکت اینجا می نویسین، چند خط به انگلیسی خیلی کوتاه و انگلیسی هم نوشتم که پس فردا اگه خواستم به یه استادی اونور نشون بدم بتونید بخوندش. و خیلی ساده. ببین چند صفحه است؟ 9 صفحه است که تازه حالا من خیلی نوشتم، یعنی 5 صفحه میشد بنویسیش. به شکل و اینا زیاد داشته مال من، مثلا شکل جدول زیاد داشته، واسه همین باعث شده که این ذره زیاد بشه. ببینید کلا هم چند تا رفرنس داره؟ 10 تا رفرنس داره، یعنی اصلا قابل قیاس با مقالات ISI نیست. بعد من این رو از خروجی یک مقاله ISI چاپ شده در آوردم، یعنی نرفتم یه مقاله کنفرانسی بنویسم که قبلا تارگتش یا نتایجش جای دیگه چاپ شده باشه. اینا رو حتما رعایت کنید. و معمولا هم یه فایل ارائه پاورپوینت میده، حالا این کنفرانس به من نده پیداش نکردم اینجا، ولی یه فایل ارائه به صورت پاورپوینت میده، یه فایل ارائه پوستری میده. مثلا این کنفرانسی که من چاپ کردم این فایل پاورپوینت داده بود بهمون، بذارتون نشون بدم. وقتی فایل ورد رو تکمیل کردم و پذیرش حالا شد، این پوستر رو باید پرینت کنم برم اونجا. حالا یا اگر خیلی خوب باشه به ارائه میرسه، اگر که خوب نباشه به ارائه هم نمیرسه. حالا بعضی جاها اگر که تعداد مقالات خیلی زیادی دریافت کنن اینو محدود میکنن، یعنی مثلا 20 نفرتون ارائه میکنیم. مثلا من یادم یه کنفرانسی تو دانشگاه علم صنعت بود، حدود 120 مقاله بود که اومدن 20 تاشو ارائه دادن. اون مثلا گفته بود که فیلم از خودتون بگیرین، مثلا از صفحه مانیتور، نه حالا از خودم، از اون صفحه مانیتور یه فیلمی ضبط کنین و اون رو موقع ارائه پشت سر همین فیلم‌ها رو آپلود می‌کردن. حالا اون موقع یه ذره حساس بود موقع ارائه دادن به خاطر شرایط کرونا اینا، ولی آخراش بود. ولی الان دیگه فکر کنم همه کنفرانس‌ها معمولاً دیگه به صورت حضوری یکی مقاله‌شون رو ارائه میدن. خب ببینین فایل پاورپوینتش به این شکله. من یکم زوم میکنم و حجمش بالاست. آها بذاره واضح شد. ببین دوباره شبیه همون فایل ورد این بخشا رو داره که مثلا یه تایتل دارین، یه چکیده دارین و دوباره مقدمه و این مسئله نوشته. دوباره اینجا باید چی کار کنین و با چه فرمتی و چند خطایی باشه. یک روشش اینه که بهش میگم پوستر، یک روشش شبیه ارائه پایان‌نامه است. یک فایل ارائه مثلا 20 اسلایدی باید بسازین یا 15 اسلایدی، به 20 دقیقه باید توضیح بدین که چه کار کردین. معمولا بعد از ارائه یه سری سوالات خیلی ساده ازتون میپرسن یا حتی ازتون سوال هم نمیپرسن. یعنی 3 تا کنفرانس که من داشتم یکیش داور ازم سوال کردن و تو همون هم مثلا کنفرانس که تموم میشه با توجه به اون سوالاتی که میپرسن میان یه سری مقالات برتر کنفرانس اعلام میکنم که حالا یه بار من تونستم اینو بگیرم. حالا این خودش امتیازهای جدایی هم ممکنه براتون داشته باشه. یه سری جا به طور مثال بعداً درخواست میدن مقالات برتر کنفرانسی رو که توی پابلیشرهای یه ذره حالا ISI تور Q4 حالا Q3 چاپ میکننش. امیدوارم که تونسته باشم یه دید کلی نسبت برای مقالات کنفرانسی بهتون بدم. بازم یه سری نکات شاید باشه که حالا من تو این ارائه من بهش اشاره نکرده باشم. شما اگه هر سوالی داشتین میتونید از من بپرسید. خیلی چیز پیچیده و سختی نیست و
شما میتونید از این مقالات کنفرانسی خیلی استفاده بکنید. من دیدم دوستایی که بعد از بعد اینکه پایان‌نامه‌شون رو ارائه دادن و دفاع کردن، یه تایمی برای سربازی داشتن که کل تلاششون رو گذاشتن تو اون تایم کم این مقالات کنفرانسی چاپ کنن که بتونن امتیاز بنیاد نخبگان رو بگیرن. یعنی اگر میخواین برین سمت سربازی و اینا، حتما زود برین کنفرانس‌های مختلف رو شرکت کنین که بتونین امتیاز لازم بگیرید. امتیازشون هم سقف داره، یعنی بیشتر از 4 تا مثلا 5 تا مقاله کنفرانسی بیشتر بتونین امتیاز ندن. پس شما سعی کنین مقالات کنفرانسی بین‌المللی بدین که بتونین حد اکثر امتیاز رو بگیرین. و اینکه توی هر همایشی بعضی جاها قانون گذاشتن که مثلا نتونین بیشتر از 2 تا مقاله چاپ کنین، بیشتر از 2 تا مقاله داشته باشین امتیاز حساب نمیشه. اینا رو هم حتما چک کنین. ممنونم که با من همراه بودین. هر سوالی داشتین میتونین ازم بپرسین. موفق باشین. فعلا